مذاکرات سطح عالی میان تاجیکستان و روسیه در دایره سفر دولتی پرزیدنت فدراسیای روسیه به جمهوری تاجیکستان نخست در ملاقات خاصه سران دو دولت محترم امامعلی رحمان و محترم ولادیمیر پوتین در قصر ملت آغاز یافت. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مهمان عالی قدر را به تاجیکستان خیر مقدم گفته از گسترش رابطه های دو کشور در ساحه های تجارتی و اقتصادی، فرهنگی و گومانیتری، امنیتی و در عرصه منطقوی و بین المللی اظهار قناعت نمودند. محترم ولادیمیر پوتین در نوبت خود تاجیکستان را همپیمان با اعتماد نامیده اظهار داشتند که روسیه چنین مناسبت‌ها را با آن بلند قدر می‌کند. با اشاره به رشد همکاری تجارتی و اقتصادی از جمله افزایش نمایان حجم گردش مال و محصولات، همچنین به نتیجه‌های انتظاری از مذاکرات امروزه اظهار باور کرده شد که رابطه‌های تاجیکستان و روسیه من بعد هم به نفع مردمان دو کشور به میلان گسترش خواهند یافت.